انواع پانسمان روحی 398. پانسمان را قرار دادن پوش محافظتی بر روی زخم میگویند که مهمترین شرط آن استریل بودن پانسمان هست. هدف از پانسمان زخم تحصیل در بهبود زخم، پیشگیری از عفونت، جلوگیری از خونریزی، کمک به فرآیند التهابی زخم، اقدما، حفظ رطوبت زخم و حفاظت زخم از صدمات مکانیکی است. انواع پانسمان: پانسمان باز. در این نوع پانسمان پس از شستشوی زخم و استفاده از داروی مناسب روی آن پوشیده نمی شود. در صحنه حادثه چندان کاربرد ندارد و در درمانگاه‌ها و مراکز درمانی به کار گرفته شود. پانسمان بسته. در این نوع پانسمان پس از اقدامات ضروری روی آن توسط گاز استریل یا مواد مشابه پوشانیده می شود. پانسمان چسبدار یا چسب زخم برای پوشاندن خراش‌ها و بریدگی‌های کوچک به کار می رود. پانسمان استریل از یک لایه پانسمان متصل به یک باند رولی تشکیل و کاملا در یک پوشش محافظت پیچیده شده اند. پوشش چشمی استریل برای محافظت از چشم آسیب دیده به کار می رود که گاهی به یک باند برای استفاده بیشتر همراه است. اهداف پانسمان: کمک به کنترل خونریزی، جذب خون و ترشحات زخم، جلوگیری از آلودگی زخم، حفاظت زخم از میکروب‌ها و صدمات در طول التیام، نگهداری زخم. ابراز مورد نیاز پانسمان: گاز یا تنظیف استریل، پارچه توری مخصوص در اندازه‌های مختلف می باشند. لایه‌های از پنبه و گاز و یا پارچه دیگری است که قدرت جذب ترشحات را دارد. باند و چسب برای ثابت کردن پانسمان از آن استفاده می شود. پنس، قیچی و ریسیور. مواد ضد عفونی کننده و تمیز کننده مانند سیروم. پانسمان زخم چگونه انجام می شود؟ در مواجه به هر زخم پوستی اولین اقدام توقف خونریزی از زخم است. پس از قطع خونریزی باید روی زخم پوشیده شود تا میکروب ها نتواند به زخم وارد شود. پس از آن باید بیمار را به دکتر رساند تا درمان قطعی انجام شود. برای پوشاندن روی زخم از یک پارچه تمیز نخی استفاده کنید. پوشاندن زخم را پانسمان میگویند. پارچه های نخی با استانداردهای خاص که برای پانسمان زخم به کار می رود گاز می نامند. این پارچه ها از نخ پنبه‌ای تهیه شده و بافت آن بسیار شل است، به طوری که ساختمان نرم و لطیف آن می دهد. بافت شل آن موجب می شود تا خلل و فرق زیادی داشته باشد تا هم بتواند ترشحات زخم را به خود جذب کرده و هم اجازه دهد تنفس و تحریک را به پوست اطراف آن زخم بدهد. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.